ما از این هفته و از این برنامه تصمیم داریم که در بین برنامه هامون گزارش هم پخش بکنیم. گزارش هامون گزارش خاصی است. مطمئن هستم که لذت میبرید. اما من تشکر میکنم از آقایان صدیق پور، آقا مجید خدابخش و آقای صالحی قبول زحمت کردن و ما رو تو این برنامه همراهی کردن و این گزارش خیلی قشنگ رو برای ما تهیه کردن. ببینیم و برمیگردیم در خدمت شما هستیم. خیلی خوب بودی ها. عالی. به نام خدا و عرض سلام خدمت تک تک شما بینندگان خوب و محترم و دوست داشتنی. این که من الان چشام اینجوری به خاطر آفتابه وگرنه کلا قیافم اینجوری نیست. برنامه به این شکله که اسم این قسمت گذاشتیم چی بود؟ گزارش‌های بدون شهر. گزارش‌های بدون شهر اینه ما میریم یه سوالی میپرسیم که خودمونم نمیدونیم چی پرسیدیم. اسم یه برنامه‌ای رو میگیم که خودمونم مثلا تا الان اسم این برنامه نشیدیم و تو هیچ کدوم از شبکه‌ها نبوده. ولی تأثیری که این دوربین و این میکروفون روی مردم میذاره باعث میشه که به سوالات بی ربط ما هم پاسخ بدن. ما از برنامه اقتصاد حجیم مزاحمتون میشیم. برنامه رو دیدیم؟ بله. نه ندیدم. ندیدید؟ کم و بیش. بله. بسیار عالی. میخواستیم بدونیم تأثیری که الان پاییز روی اقتصاد و روند رو به رشد تغذیه و برخورد با بزرگترها والدین داره چه تأثیری میتونی داشته باشه؟ پاییز خب فصل زیباییه، فصل ریزش برگاست، بسیار زیباست، میتونه تأثیر بذاره با رفتن بچه‌ها به مدارس. خب اقتصاد خانواده تأثیر میذاره. تایم شبانه روزیش که کم میشه، مثلا خب تایم روزش کوتاه‌تره، یه نوسانی تو تغذیه طرف پیش میاد. تأثیر از اینه که اگر آدم بیاد ورزش کنه هیچ موقع با قرص و دارو و دکتری تیجی نداره. من خودم 55 سال عمر گرفتم از خدا، فقط ورزش میکنم، دارو و دکتر نرفتم. خیلی میتونه تاثیر داشته باشه. از چه لازمه شما بگید که کلا به طور کل یه فصلی که مورد علاقه جواناست. اگه بتونیم توی فصل هم هزینه‌ها رو کم بکنیم، جوونا بهتر با هم برخورد بکنن، خب میتونیم نقش موثری تو ازدواج داشته باشیم. حالا من از نظر ورزشیشو باز میدونم. از ورزشیشو حالا از نظر ورزشی خب حجم آب بدن کمتر میشه، باید بیشتر آب بخوریم، مخصوصا موقعی که فعالیتامون در معرض باد شدیده. من خودم سوال خودم متوجه نشدم. یعنی اومدیم یه سوال خیلی بی ربط پرسیدیم. بله. و از یه برنامه بدون مسمى مثل اقتصاد حجیم که من خودم همین امروز اختراعش کردم و خیلی جالبه که مردم جواب میدن. چرا؟ نه من بعد بپرسم چرا. تغذیه و پاییز داره میشه. روند رو به رشد برخورد با بزرگترها. درست. ربطش دادم دیگه به ورزش و تغذیه